بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین سیدنا و نبینا محمد و علی آله و صحبه اجمعین. عرض سلام و ادب دارم خدمت همه شما بینندگان عزیز و محترم در برنامه اذکار. امیدوارم که باز هم بتونیم در راستای فهم بیشتر و دقیقتر اذکار دینی خودمون توفیق حاصل بکنیم و در ارتباط با اون چی که سخن میگیم خصوصا نماز که پایه ذکر روزمره ما به شمار میاد، تداعی معانی و مفاهیم برامون حائز اهمیت باشه. نمازهای خودمون رو بتونیم با معنا و مفهوم و با هدف بهش ثمر بدیم تا مصداق قول الهی باشه که میگه ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر ولذکر الله اکبر. نماز بازدارنده انسان هست، سپری هست که مانع ارتکاب فحشا و منکر در سیرت و سلوک انسان میشه و ذکر الهی عظیمترینشون است، ذکری که در واقع نماز بر اون قائم هست. عظیمترین و با ارزشترین عمل کرد در زندگی ما ذکر الهی هست. و بارها گفتیم که نه ذکر الهی منحصر به الفاظی هست که بگیم و ندونیم و نه ذکر الهی منحصر به رفتاری هست که انجام بدیم و باز هم ندونیم. نماز رفتار و عمل کردی هست که انجام میدیم نادانسته و خیلی از اذکار هم به زبون میاریم ولی نمیدونیم که چی میگیم. آیا میدونید قرآن کریم وقتی که در ارتباط با شراب و منع شراب در مرحله اول تحریم سخن میگه چه حکمتی رو براش مطرح میکنه؟ میگه که لا تقربوا الصلاة و انتم سکارا حتی تعلموا ما تقولون. نزدیک به نماز نشید در حالی که در وضعیت مستی هستید، یعنی اینکه شراب نوشیدید و اثر شراب حضور ذهن و فعالیت مغز رو مختل کرده. حتی تعلموا ما تقولون، تا اینکه بدونید که چی دارید میگید. واقعیت اینه که بدونیم که چی داریم میگیم یکی از نکته‌های حائز اهمیت در عبادت نماز است و یکی از مهمترین شرط اثرگذاری از کار هست که نماز هم مهمترین ذکر به شمار میاد. و گفتیم که وقتی که وارد مفاهیم و معانی هم میشیم، ذکر فقط بحث ذات الهی و وجودش نیست. ذکر مرتبط است با تمام اون چی که مرتبط با الله متعال است، با صفات پروردگار متعال، با مقام رب ذوالجلال، با وظیفه شناسی در قبال پروردگار متعال و با تفصیل وظایفی که در عبودیت و اطاعت الله متعال باید ما انجام بدیم و با یاد افرادی که ذکر الهی رو یاد آور شدن و برامون آموزش دارن که انبیا هست. یعنی اگر ما سخن از حدیث پیامبر هم بگیم در واقع ذکر الهی گفتیم، چون عبادت بندگی صحیح رب ذوالجلال رو از زبان پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم نقل کردیم، خوندیم و در صدد
عملی کردن و تطبیق دادن اون هستیم. حتی تعلموا ما تقولون یکی از نکته‌های حائز اهمیت هست و این رو هم اضافه کنم و بگم که متاسفانه عوامل مختلفی وجود داره که بسیاری از ماها نمیدونیم که چی داریم میگیم. فقط بحث جهل و ناآگاهی نسبت به زبان عربی یا دعاهایی که با زبان عربی به زبان میاریم نیست. این بخشش هست. بخش مهمش اینجاست که انشغال ذهنی ما و نقطه های عطف فکری ما و کانون ذهنی ما و قلبی ما متمرکز روی چیزهایی هست که مانع توجه کردن به اون چیزی هست که ما میگیم. و الا الله اکبر گفتن و این مفهوم رو در ذهن تداعی کردن دشوار نیست. معناش سبحان ربی الاعلی و سبحان ربی العظیم گفتن مفهوم و معنای دشواری نیست. حتی اگر زبان عربی ندونیم هم یادگیری این دشوار نیست. ولی مشکل اینجا نیست. مشکل اون جایی هست که آنچنان مست دنیا و متاع دنیا و زینت دنیا و گرد آوردن و لذت بردن از زندگی دنیا هستیم که اون چه که مرتبط با الله و آخرت هست از حیثیت و ارزش و اهمیت افتاده است. در نتیجه توجه ما رو به خودش جلب نمیکنه. اون چیزی که توجه ما رو جلب میکنه زرق و برقی هست که از متاع دنیا در جلوی چشمان ما در 24 ساعت زندگی روزمره جلوگر میشه و ما رو به سمت خودش میکشونه. 5 وقت نماز رو میخونیم تا از این بلا و آفت روز بتونیم خلاص بشیم. بحثمون در ارتباط با افتتاح نماز بود و افتتاح نماز در واقع گفتیم که یک نوع تنوعی رو در دعاها در سنت نبوی داره که این تنوع شرایط و موقعیت‌های مختلف رو همراه است. شاید این حدیث رو همتون شنیده باشید که پیامبر صلی الله علیه و سلم در وصف سیرتشون میاد که اذا حزبه امر فزع الی الصلاة، هرگاه که درگیر میشدن با یک مشکلی، با یک موضوعی، به نماز میشتافتند. یعنی استعینوا بالصبر والصلاة، با نماز استعانت میجستند. فکر میکنید که اینجا چه نوع استعانتی هست و چه نوع رابطه‌ای هست بین نماز و بین امور و مسائل روزمره؟ امور و مسائل روزمره همه اونها اگرچه یک وظیفه از فعالیت و عملکرد مثبت رو بر گردن ما داره، ولی مضاف بر اون فعالیت توکل و توسل به الله متعال کلید موفقیت در سعی و تلاش روزمره ما به شمار میاد. وقتی که ما در ابتدای درگیر شدن با یک مشکل یا موضوع قبل از این که سعی و تلاش هدفمند خودمون رو آغاز کنیم به نماز بشتابیم،
یعنی اینکه از ابتدا چارچوب وظایف شرعی خودمون رو و چارچوب سعی و تلاش شرعی خودمون رو تعیین کردیم و در این ارتباط به سمت و سوی هدف ذهن خودمون رو و نیت و اراده خودمون رو جهت دادیم. حضرت ابی سلمه ابن عبدالرحمن ابن عوف رضی الله تعالی عنهما میگن که سألت عایشه، از حضرت عایشه رضی الله عنها ام المؤمنین پرسیدن به ای شیء کان نبی الله یفتتح صلاته. ابی سلمه پسر عبدالرحمن بن عوف از مادر مؤمنین ام المؤمنین میپرسه. خب اینا میدونستن که مرجعیت دینی در چه افرادی بیشتر هست در هر زمینه‌ای. میدونستن که بهترین و رساترین منبعی که میتونه سیرت و زندگی خانوادگی رسول اکرم صلی الله علیه و سلم رو برامون انتقال بده اون ام المؤمنین عایشه رضی الله عنها هست که بیشترین وقت رو و در نبوغ عمر خودشو با پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم گذروندن. در نتیجه ایشون هم میدونن به کی رجوع کنه. میپرسه که پیامبر صلی الله علیه و سلم نماز شب خودش رو به ای شیء کان نبی الله صلی الله علیه و سلم یفتتح صلاته اذا قام من الليل، وقتی که برایش نماز شب بلند میشدن با چه دعایی نماز شب رو آغاز میکردند. گفتیم دعاهای مختلف متعددی هست که همه اینها سنت هست و این هم یکی از دعاهایی هست که جزو دعاهای مهم خصوصا در شرایطی که ما هستیم جزو اون دعاهای مهم به شمار میاد، چون انگیزه این دعا در ما باید بیشتر از هر چیزی دیگه باشه. حضرت عایشه رضی الله عنها فرمودند که یفتتح صلاته، نمازشون رو با این دعا آغاز میکردن: اللهم رب جبریل میکائیل و اسرافیل، ای پروردگارا، ای پروردگار جبرئیل، پروردگاری که جبریل رو با وحی و هدایت فرستادی، میکائیل و اسرافیل و دو فرشته میکائیل و اسرافیل که هر کدوم از اینها موظف به تنفیذ اوامر تو در موقعیت های معینی هستند. فاطر السماوات والارض، ای آفریدگار آسمان ها و زمین. و گفتیم فاطر و خالق تفاوتشون در اینجاست که هر دوی اونها ایجاد کنندگی الله متعال رو به وجود آورندگی الله متعال رو میرسونه که جهان رو آفریده، ولی خالق تقدیر نظام آفرینش رو در بر داره و فاطر فطرت مستقل هر موجود رو اشاره داره میکنه که هر موجودی یک ذات مستقل و منحصر به فردی داره. ای کسی که آفریدگار این جهان هستی، با نظم و حساب و حکمت خودت این جهان رو آفریدی، عالم الغیب و شهاده، و ای کسی که آشکار و پنهان رو پنهان و آشکار رو میدونی، چیزی اصلا مخفی نیست. انت تحکم بین عبادک فیما کانوا فیه یختلفون، و تو پادشاهی هستی که در انتها هم تو هستی که در بین بندگان خودت در اون چی که اختلاف میشه حکم میدی. اهدنی لما اختلف فیه من الحق باذنک، با اراده خودت، با امر خودت، با اذن خودت من رو در اون چی که اختلاف میشه راهنمود کن و هدایت بده. انک تهدی من تشاء الی صراط مستقیم، تو هستی که هدایت میدی
اون کسانی رو که بخوای به راه راست، به صراط مستقیم. این ذکر هم یاد آورنده مقام الهی هست و هم یاد آورنده نیاز مخلوق که انسان باشه است. مقامی که حاکمیت و سلطه و مدیریت جهان آفرینش و جمیع خلائق رو در بر داره، از فرشتگان تا آسمان ها و زمین، و به همین صورت علم و آگاهی ذاتی رب ذوالجلال رو بر کن و وجود همه مخلوقات در بر داره و به همین صورت حکم بودن و احکم الحاکمین بودن الله متعال رو در هر زمینه‌ای اشاره میکنه. تو ایجاد کردی، تو هدایت میدی و برای هر موجودی جهت معین و مسیر معینی رو گذاشتی و نهادی. برای هدایت ما هم جبریل رو بر نبی خودت فرستادی. تمام این آسمان ها و زمین با امر تو و با نظامی که براشون تعیین کردی زیر نظر تو مسیر طی میکنند. بر همه چیز اطلاع داری و در نهایت بین بندگان تو حکم خواهی داد. سلطه و حاکمیت مطلق در اختیار تو هست. پس از تو میخوام که به من رو هدایت بدی در اون چی که اختلاف میشه. اختلافات روزمره ما بسیار زیاد هست. گاهی اختلاف فکری هست، گاهی اختلاف فقهی هست، گاهی اختلاف خانوادگی هست، گاهی اختلاف حقوقی هست، گاهی اختلاف در دیدگاه و نظر هست. خیلی موارد هست که انسان چیزی رو از زاویه میبینه، فرد دیگه از زاویه دیگه میبینه. تشخیص هست. شما حتی در علم پزشکی هم ما اختلاف داریم. یک پزشک نظری داره، پزشکی نظری دیگه داره، چون تجربه هست، آگاهی هست. احکم الحاکمین الله متعال هست، اعلم العالمین الله متعال هست، عالم الغیب و شهاده الله متعال هست. در نتیجه اون پزشک هم که میخواد داخل کمیسیون پزشکی بره میگه اهدنی لما اختلف فیه من الحق باذنک. اون عالمی که داره داخل لجنه فتوا میره بازم میگه اهدنی لما اختلف فیه من الحق باذنک. اون دو انسانی که با هم دارن بحثی در زمینه معین میکنن بازم میگن اهدنی لما اختلف فیه من الحق باذنک. اون دو نفری که در جلوی قاضی با هم درگیر هستن و مشکل اختلافی حقوقی دارن، اون زن مردی که با هم اختلاف دارن، اونو هم باید بگن که اهدنی لما اختلف فیه من الحق باذنک انک تهدی من تشاء الی صراط مستقیم. چون حقیقت و حق شناختن اون مهمترین و کلید موفقیت در نهایت به شمار میاد. وقتی شناختید هدایت رو به دست آوردید و شناختید سعادت رو به دست خواهید آورد. در نتیجه ما سعی و تلاش خودمون میکنیم در هر زمینه‌ای، در هر موقعیتی که قرار داریم، در هر کاری که هستیم، در هر موقعیت شغلی که هستیم، هر انسانی در هر موقعیتی که هست نیاز داره که در نیمه‌های شب بلند بشه و این دعا رو یاد بکنه تا اینکه الله متعال با رحمت خودش در هر قدمی که برمی‌داره و دوچار تنوع و تعدد میشه بتونه حقیقت رو دریابه و به حقیقت برسه. الله متعال همه ما رو در اونچه که اختلاف صورت میگیره که اختلافات زیاد هست هدایت نصیب بکنه. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
ها